درود بینندگان گرامی، به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. امروز جمعه 6 مارس است و در 15 دقیقه بعدی این موضوع را بررسی خواهیم کرد. در پایتخت جمهوری چک به بزرگمهر یاروف وکیل مدافع زندانی تاجیک جایزه هومو هومینی تقدیم شد. به نگینه زورش نرسید، میرود سراغ نتاشا. جوان در ولایت ختان میگوید بنابر زیاد بودن مهر عروس نتوانست ازدواج کند و نیت دارد از روسیه زن گیرد. ارد هست خریدار نه. پس از هنگامه دیروزه بازارهای تاجیکستان آرام به نظر میرسند. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 6 مارس یک زمره تغییرات‌های کادری به عمل آورد. نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت تعیین شد. محمودزاده تا این دم در منصب رئیس ولایت ختلان کار میکرد. شاهین سیدزاده پسر وزیر سابق معارف نوردین سعید رئیس آژانسی تازه تأسیس نظارت در ساحه معارف و علم تعیین گردید. با اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان امروز همچنان رئیسان ناحیه ها و معاونان چند از وزارت و کمیته ها و همچنین رئیسان دانشگاه ها عوض شدند. این نخستین تغییرات کادری پس از انتخابات پارلمانی تاجیکستان است که روز 1 مارس دایر شد. تفصیلات تغییرات های کادری اخیر را در سامانه www.azadi.org میتوانید بخوانید. روز 5 مارس در شهر پراگ بزرگمهر یاروف و وکیل شناخته تاجیک جایزه تقدیم شد که این جایزه را برادرش جمشید یاروف گرفت. جایزه هومو هومینی را برای صداقت کسبی و تلاش برای حمایت از حقوق انسان به بزرگمهر یاروف سپاریدند. این جایزه هر سال از طرف سازمان بین المللی غیر دولتی پیپل این نید به مبارزان حقوق انسان داده می شود. بزرگمهر یاروف از سال 2015 باز در حبس است و 28 سال زندان محکوم شده است. او و پیوندانش حکم را سیاسی می دانند. همکارم طاهر سفر در رسم اعطای جایزه در شهر پراگ شرکت داشت و این گزارش را تهیه کرد که حالا منظورتان می شود. این جایزه را باید برادر جمشید بزرگمهر یاروف می‌گرفت، ولی از بس که پس پنجره است جایزه را به او دادند. خودش از سزاوار شدن به جایزه هومو هومینی خبر داشته است و چنین پیامی را از داخل زندان فرستاده است. این جایزه به ما امید می‌دهد جان فدایی که ما برای دموکراتیا و والایت قانون کردیم فراموش نشدند. حمایت شما و دستگیری شما ما را قوی می‌کند و امید می‌دهد که در نهایت عدالت پیروز می‌شود. جایزه هومو هومینی که هر سال از طرف سازمان امدادی مردم محتاج به حامیان حقوق داده می شود، قبل از آغاز جشنواره فیلم های حقوق انسان با نام یک جهان به جمشید یاروف سپرده شد. این یک جایزه الهام بخش است، یک جایزه هست که توجه جهان را نشان می‌دهد به این پرونده بزرگمهر یاروف. و جامعه جهانی یک بار دیگر ثابت می‌سازد که در جامعه ما در تاجیکستان یک مشکلی هست که آنها برطرف کرده شوند و یک قوت می‌بخشد به ما، یک الهام می‌بخشد برای مبارزه ها را دوام دادن، اویدی آزاد کردن برادر خود. جایزه هومو هومینی را به آنهای می‌دهند که به گفته دستاندرکارانش با وجود تمام سختی‌ها برای حقوق انسان سعی کردند. ما برای آن جناب یاروف را انتخاب کردیم که مدت‌های طولانی برای بهتر کردن وضع حقوق تمام مردم در تاجیکستان سعی کرده است. تلاش او برای آنکه حقوق بنیادی مردم یعنی حقوق داشتن وکیل دفاع رعایت شود. právo na obhájce, právo na advokáta, aby měl nárok každý na to. بزرگمهر یاروف که سال 2015 از حقوق اعضای ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی در دادگاه حمایت میکرد، با گناه‌های قلابی، ساختکاری سندها، تحقیر پرزیدنت به 28 سال زندان محکوم شد. خودش میگوید بیگناه است و اتهامات اساس ندارند.
یک نتیجه انتخابات پارلمانی که روز 1 مارت برگزار گشت این است که شماره زنان در نهاد عالی قانونبرار کشور تاجیکستان بیشتر شد. همکنون 24% یا حدود 4/1 کرسی های پارلمانی تاجیکستان را زنان صاحب شدند. بیشتر شدن زنان وکیل این قشر جامعه را به آینده بهتری امیدوار کرده است. اما تا کجا وکیلان از شماره زنان می توانند به حل مشکلات زنان و دختران در کشور مساعدت کنند؟ همکارم سرویناز روح‌الله موضوع را ادامه می‌دهد. در انتخابات هفته گذشته 15 زن کرسی‌های وکیل پارلمان را صاحب شدند که نسبت به 5 سال پیش 3 نفر بیشترند. با این ترتیب حضور زنان در مجلس نمایندگان به 24% رسید. با زیاد شدن وکیلان از حساب زنها امیدواری این قشر جامعه به حل مشکلاتشان در پارلمان کشور بیشتر شده است. امروز یک تغییرات می‌خواهد کودکس منزل، کودکس عائله تا زنان و کودکان بعد از جداشوی یک سرپناه داشته باشند. تحصیل فرا گرفتن گوهر شرافزاده رئیس پیشین کمیته زبان که تازه وکیل پارلمان تاجیکستان انتخاب شد میگوید به توان خود اعتماد دارد. به گفته او افزایش شمار وکیلان از حساب بانوان امکان می‌دهد مشکلات آنها در پارلمان بیشتر مطرح شود. زنهای ما توانا هستند، برومند هستند و امروز قدرت و توانایی آباد کردن را دارند. میتوانند مهندس خوب باشند، اقتصادچی خوب باشند و از همه بیشتر میتوانند خود و فرزندهای خود را به تحصیل فرا گیرند و عاقلانه و خردمندانه و تاجیکانه جهانی باشند. فعلا بیش از 18% خدمتچیان دولتی در تاجیکستان زنان هستند. از مقام‌های بلند تنها وظیفه نایب نخست وزیر به نماینده زنها تعلق دارد و از 22 کرسی وزیری تنها یک جای را به زنان دادند. اما تاجیکستان تاکنون یگان سفیر زن ندارد. یک چیز دیگر است که بعضی ها همین فعالیت میکنن، یک تا تولد میکنن، بعد یک تا تولد کردن خانواده میشینن، بعد دویمش تولد میکنن، بعد سومش تولد میکنن، بعد همون علاقه کمتر دورتر میشوند. زنایی که مثل با غیرت هستند، زنایی که بای میکنن به هر حال کم هستند در بین ما، که ما کوشش کرده شدیم که همه را جلب کنیم. از 15 بانوان وکیل در پارلمان 5 نفرشان از طریق فهرست حزبی و بقیه با پیشنهاد و مساعدت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان مندت وکیل پارلمان را صاحب شدند. از این رو بیش از 90% زنان وکیل در پارلمان کسبی تاجیکستان نامزدهای حزب حاکم می باشند. انتظار می رود یکی از بانوان وکیل به سمت معاون رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شود. در ولایت ختلان جوانانی که به خاطر ازدواج کردن از روسیه برگشتند شکایت دارند که هر جای خواستگاری روند والدان عروس قلینگ و یا مهر هنگفت طلب دارند که آنها امکان پرداختن آن را ندارند. مهر هنگفت جوانان را دل سرد کرده است و آنها نیت دارند دوباره به روسیه برگردند و آنجا ازدواج کنند. تفصیلات گزارش در گزارش همکارم شادمانیتی. تیمور علیف بعد از خواستگاری‌های بی‌نتیجه و نرخ گران قلینگ تصمیم گرفت ازدواج نکرده دوباره به روسیه برگردد. این مهاجر از پول یا قلینگ که از جانب دختر طلب میکنند ناراضی است. مادرم سه دختری که ویرایت کرده خودش 3 خونه رفت، مثال کمی کمش 15000 سومون گفتن. 15000 سومون گفتن 100000 روس میشود. که 100000 در کاری که تو مثال توی کنی زن میگیری مثال. در چند وقت اخیر موضوع قلینگ یا مبلغی که جانب دختر از خانواده داماد طلب میکند در میان ساکنان بحث می شود. برخی دامادها مثل قهرمان ما این مبلغ را گران می دانند. خانواده های دختر در نوبت خود به نرخ همیشه رو به بالای بازار اشاره می کنند. جانب عروس شونده ها می گویند مبلغ مهر به خرج توی و خرید جهاز صرف می شود. جهازی که به خانه داماد برده می شود. در تاجیکستان مسئله خانه‌دارشوی و زود از هم پاشیدن خانواده‌های جوان موضوع داغ است. بیشتر جوانان که از مهاجرت مبلغ به دست می‌آورند کوشش می‌کنند با خرج‌های کمتر توی کنند. بحث‌های مالی پیش از توی گاهی باعث نااستواری خانواده‌های جوان می‌شود. جامعه شناسان از پیامدهای منفی چنین نااستواری عائله‌ها نگرانی می‌کنند. تصورش همین است که در بسیاری موارد
زن و شوهر اویله بنیاد میکنن با چقدر مشقت و با چقدر مبلغ جمع میکنن در فدراسیون روسیه میآید خراجات طول میکند دختره که میبرن یعنی که بعد چند مدت زندگی اونها نمیشه از دیگر جدا میشوند و یک طرف بچه دارود آسان شده است که مثال با رفته کار میکنن با اومده زن میگیرن لیکن اینجا دا تقدیر دخترک علاقه کمترک چی میشد که دختر دویم بارا کمی در کم حالاتای میشد که دویم بارا شوهر میکنن. دلسرد شدن این جوان از خرج زیادی توی در حالی است که 10 سال باز در تاجیکستان معرکه ها طبق قانون تنظیم می شوند. کارشناسان میگویند ریشه مسئله نه در ارزش مهر و قلنگ بلکه در نبود جای کار موافق در کشور است. امیدوار میشویم که پس از نشر این گزارش تیمور علیف بخت خود را مییابد و همین گونه صدها مهاجر کاری تاجیک به مراد خویش میرسند. حالا توجه کنید به یک آگاهی و بعداً برنامه را با گزارش در مورد وضع بازارها در تاجیکستان پس از تهلکه 2 روز از وهم احتمال پنهان شدن کرونا ویروس ادامه میدهیم. ساکنانی که در 2 روز گذشته آسم اثر با هر قیمت دهها خالتا آرد خریدند اکنون نمیدانند آن را چگونه نگاه دارند. این در حالی است که سر از نیمه روز 4 مارس در پی آوازها در رابطه با احتمال پهنشوی کرونا ویروس در تاجیکستان ساکنان در منطقه های گوناگون کشور به بازارها ریختند و با مقدار زیاد آرد و روغن خریدند. در پی این نرخ محصولات در بازارها بالا رفت. اما امروز در نزد فروشگاه ها نوبت پایی و ازدحام خریداران به نظر نمی رسد و فروشندگان در نزد تلهای خلطه های آرد انتظار خریدارانند. برات یوسفی از شهر دوشنبه گزارش می دهد. از هنگامه و تهلکه مردم در خرید آرد در بازار و دکانهای آردفروشی شهر دوشنبه تقریبا نشانه باقی نمانده است. ماشین و دکانهای پر از آرد و تاجران منتظر خریدار صحنه امروزه بازارهای پایتخت است که 2 روز اخیر تصورش را هم کردن امکان نداشت. تا برآمدن این مسئله ما در بازار از 8 تا 10 تن آرد میفروختیم. در روز 4 با 110 تن رسید. در روز 5 دین 188 تن سودا کردیم. امروز 150 تن وارد کردیم. همگی تا حاضر 25 یا 30 تن آرد رفته. دیگرش ایستادگی در ماشین‌های کلان. تاجران میگویند سودای زیادی که در 2 روز اخیر داشتند میتواند در روزهای بعدی باعث پایین شدن نرخ آرد گردد، زیرا از یک سو طلبات به آرد کاهش می‌یابد و از سوی دیگر حرارت هوا نیز رو به گرمی آورده است. یگان کس همون کم از اون قیسه یگان کس خریدارش نیست، هیچ کس یگان خریدار نیست. چون که می‌بینم کم از اون خالیان یگان پر موندگیان یگان کلی نیست. قیمت آرد و دیگر محصولات نیاز اولیه بخصوص روغن، شکر، پیاز و کارتاشکا همان گونه‌ای که هست قبل از 2 روز هنگامه خرید بود. ساکنان میگویند برخی از تاجران با استفاده از فرصت قیمت این چنین محصولات را در آن 2 روز افزایش داده بودند، اما امروز دوباره به صورت پیشین پایین شده است. من گفتم آرد 180 من 190 اینا روغن 55 تیراژ 55 دوخی نه و دنبال خبر بسته شدن مسجدها، لغو مارشروفکا و تجلیل جشن نوروز، این چنین چند از تدابیر جلوگیری از پهنشوی کرونا ویروس و پهن شدن آوازهای بر دروغ کشف کرونا ویروس در تاجیکستان، ساکنان از ترس بسته شدن بازارها به تهلکه و خریدن آرد و دیگر مواد نیاز اولیه دست زدند. این تهلکه باعث بینظامی در دکان و بازارها و بالاروی نرخ محصولات شد. و دنبال مقامات دولتی دست به کار شده و محصولات ذخیره شده را چند برابر بیشتر وارد بازار کردند. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از شما که تا این دم ما را همراهی کردید. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org بخوانید و آنجا تماشا کنید. همچنان می توانید گزارش های صوتی را شنوید و همچنان در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی می توانید گزارش های ما را تماشا کنید. روزهای استراحت خوب داشته باشید. تا دیدار در برنامه های دیگر. خدا نگهداری هر یک شما.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.